اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا با تعریف علم فلسفه، موضوع علم فلسفه، روش تحقیق مسائل فلسفی ما بحث کردیم. حالا فهرستوار عرض کنم، ما گفتیم که فلسفه علم است که درباره احکام و احوال موجود مطلق بحث میکند. موجود از آن نظر که موجود است، کاری نداریم اینکه موجود آیا یک موجود نباتی است، گیاهی است، حیوانی است، نه، هر چی هست بر اینها مفهوم موجود اطلاق می شود. ما هر چیزی را که می بینیم گفته می توانیم که این هست. هست یعنی هم موجود. حالا این هست احکام دارد، احوال دارد. کدام علم گفتیم سروکارش با احکام و احوال هست، یعنی موجودات است، موجود است، موجود مطلق. گفتیم فلسفه. موضوع علم فلسفه هم گفتیم همون وجود مطلق است. بعد این را هم عرض کردیم که روش تحقیق مسائل فلسفی، خب حل و فصل مسئله های فلسفی، این روش تعقلی است. اگر یاد دوستان باشد ما گفته گذاشتیم که هر علم با یک روش خاص مسائلش حل و فصل می شود. مثلا در فیزیک خب روش تحقیق چی بود؟ روش تجربی بود. در تاریخ روش تحقیق چی بود؟ نقلی بود. خب در فلسفه هم روش تحقیق عقلی است. و اما اینکه چرا در فلسفه روش تعقلی است، این بستگی به موضوع ما دارد. ببینید وقتی موضوع فلسفه وجود است، این وجود با حس درک نمی شود. حالا بعداً دوستان در بحث هستی شناسی پیرامون این مسئله که وجود آیا از چه طریق ما به وجود پی میبریم بحث خواهیم کرد. آنجا خواهیم گفت که وجود فقط با عقل درک می شود برای انسان. آنچه که ما میبینیم در خارج، درخت و خانه و زمین و آسمان و خورشید و هر چی هست، این هست. آنچه که ما میبینیم مستقیما با ماهیاتشان روبرو میشیم. این آنچه که میبینیم درخت، این ماهیت درخت است، زمین ماهیت زمین. اما موجودیت اینها با عقل ما درک می شود. حالا من فعلا خیلی زیاد درباره این بحث نکنم، بعدا انشاءالله به تفصیل بحث خواهیم کرد در این زمینه. و چون خب موجود که موضوع فلسفه است با عقل درک می شود، و همین خاطر تمام مسائل فلسفی با روش تعقلی، عقلی باید پیش رود، نه با تجربی نه با عقلی. این یک مسئله بود که ما عرض کردیم. مسئله دیگر که تمام فلاسفه قبل از ورود به بحث های فلسفی اول آن را مطرح میکنند، این بحثی معرفت شناسی است، شناخت شناسی است. خصوصا در این چند سده اخیر، یعنی قرن 17 و 18 و حالا شاید قبل از اون هم 20 این عصر، معرفت شناسی، شناخت شناسی یک جایگاه خاصی در فلسفه باز کرده است برای خودش، حتی علمی مستقلی هم شده است. حالا این شناخت شناسی درباره چه چیزی بحث بکنند؟ توجه بفرمایید. شناخت یعنی همون علم، آگاهی.
انسان از چی راه‌های به بیرون از خود و موجودات آگاه می شود؟ یعنی آگاهی های ما، علم های ما به اشیا از چه راه‌های حاصل می شود؟ یکیش هم حس است. یعنی مثلا ما با دیدن وقتی میبینیم که شخصی می آید، وقتی میبینیم در بیرون درخت هست، ما با آن علم پیدا میکنیم، یعنی آگاه میشویم. وقتی میشنویم خب میفهمیم که ها چیزی هست، یعنی آگاهی ما از طریق شنوایی است، یا همچنین بویایی، لمسیدنی، چشیدنی. اینها همه وسایل ابزار حسند، حواسند. آیا ابزار شناخت، آگاهی فقط به حواس محدود است؟ نه. انسان یک وسیله دارد به نام عقل. با عقلش هم خب برخی از اشیا را انسان درک میکند. حالا من یک مثال ساده زنم. مثلا شما توجه بفرمایید، وقتی انسان به نام اکرام، شاکر را میبینید، خب آگاه میشوید از طریق دیدن چشم، یعنی همون خاصه بینایی، آگاه میشوید که این انسان است، یعنی این شاکر است. بعد یک احمدی می آید، بعد با احمد روبرو میشوید و علم پیدا میکنید که خاله دیگه موجودی به نام احمد اینجا در برابر شما ایستاده. بعد از چند دقیقه دیگر یک آقایی به نام زید می بیاد، عمرو. خب این با شاکر و احمد و زید و عمرو شما از چه طریق آگاه شدید؟ از طریق خاصه، حواس، دیدن. اما خب وقتی شما همه اینها را دیدید، یک معنای را در همه اینها درک میکنید که این مشترک است. این معنا همون معنای انسان است، انسانی کلی. امتیاز انسان از سایر موجودات، از حیوانات این است که انسان قابلیت درک کلیات را دارد. یک مفهوم کلی به نام انسان، به اسم انسان. این یعنی ما در بیرون آیا داریم که کسی باشد به نام انسان ها؟ نه شاکر و احمد و این، نه، یک موجودی اصلا کلی در بیرون فقط جزئی است. مصادیق فقط جزئیات هستند، کلیات فقط جایگاهش در ذهن است. این معنای کلی را عقل درک میکند. وقتی شما با چند تا جزئی، مصداق جزئی روبرو میشوید، معنایی که بین آنها مشترک است را این عقل درک میکند. یا مثلا فرض کنید شما با یک موجودی به نام اکرم روبرو شدید، بعد یک چند دقیقه دیگر یک موجودی آمد به نام گاوی مخصوص ها، گاو آمد، بعد یک گوسفند آمد، بعد یک شیر آمد و پلنگ. وقتی همه اینها رو میبینید، یک معنای کلی به نام حیوان، این معنای کلی به نام حیوان برای همه اینها صدق میکند. این رو کی درک میکند؟ آیا بینایی، یعنی شما با دیدن در بیرون یک مفهوم کلی به نام حیوان رو میبینید؟ این عقل درک میکند. پس عقل هم یک ابزار است، وسیله است برای آگاهی در انسان. خداوند او را مجهز کرده به این دستگاه آفرینش با این وسیله و ابزار شناخت. بعضی ها گفتند که در تعریف عقل میگن، یعنی عقل ابزار است، وسیله است برای درک معانی کلی، معناهای کلی. انسان، حیوان، نبات، اینا همه معانی کلی اند. توجه هستید؟ اینو عقل درک میکند. حالا این موجود یک معنای کلی است، این هم عقل درک کرده است. توجه هستید؟ برای همین هم چون موضوع علمی فلسفه عقل است، موجودی مطلق است، وجودی مطلق است و این معنا هم توسط عقل انسان درک شده است، به همین خاطر هم ما مسائل
فلسفه را فقط با روش عقلی بررسی میکنیم، نه چیزی دیگر. این از این. در شناخت شناسی، حالا سروکار این علم شناخت شناسی چیست؟ در علم شناخت شناسی معمولا در 3 محور بحث میکنند. اولا درباره این که ابزار و وسایل شناخت انسان کدام هاست، که مثل حس و عقل و شهود و مثلا اینها. بحث دیگر میگویند خب اینها بحثی، یعنی این ابزار تا چی اندازه برای ما واقع نما هستند. آیا حس، مثلا ابزار حس، بینایی، چشایی، اینها، آیا اینها واقع نما هستند 100% ما را با خارج میتوانند آشنا کنند؟ حالا این بحثش میبیاد. بحث دیگر این که حالا اگر در جای خطا کردیم، ما آیا یک میلاک و معیاری داریم که خطا سنج باشد؟ برای ما خطا و درستی، صحت و سقم و خطا و درستی آگاهی های ما را برای ما در ترازو گذارد، بگوید این درست است، این خطا است، این اشتباه است، این صحیح است. این در بحث شناخت شناسی بحث می شود. توجه هستید؟ لذا بعضی ها در تعریف علم شناخت شناسی، فلاسفه امروز گفتند که شناخت شناسی علم است که درباره شناخت های انسان، همون ابزاری شناخت، آگاهی، ارزشیابی انواع، یعنی هر نوع از شناخت حسی، شناخت عقلی، شناخت شهودی، خب اینها را ارزشیابی میکند که کدام تا چی اندازه اینها برای ما واقع نما هستند و تعیین ملاک صحت و خطای آنها بحث میکنند. محور دیگر که در بحث شناخت شناسی ما با آن سر و کار داریم، این همون تشخیص و تعیین معیار و ملاک درستی و نادرستی این شناخت های ماست. این 3 مسئله در بحث شناخت شناسی بحث می شود. حالا انشاءالله ما به تفصیل پیرامون یکایک اینها، این محورها بحث خواهیم کرد. اول ما باید درباره ابزار شناخت بحث کنیم که